ما کلی بدیار رو سر از اینا میندازیم که شما یا علی مدد میگید قبل پرست رافضی مشرک هستید، ولی خود ما انتحار، لواطت، زنکبازی، برشنا و لالنده فلان و بسم الله دیگه کلش از ما 10 سال 30 سال زمان جمهوریت هم کل رئیس جمهور سنی بودن، حالی هم که برادران عدالت عمری آمدن یکم مختار که بسیار صد سر عمری آمدن یکم مختار که بسیار صد سر روشان زده از زمان عبدالرحمن دومان رو کشتیم تا الان یک رفتی نداره. اینا چیکار کردن؟ یا رفتن کنکور رتبه یک آوردن، یا رفتن المپیک رتبه آوردن، یا تحصیل یا موتور ساختن یا ماشین ساختن. شیعیان دمی کارا مشغول بودن. ما تو رفتیم تریاق زدیم، ما تو رفتیم انتحاری آمده کردیم، ما تو رفتیم قاشق کمر از گوشت ماندیم کف با گوریان نان بخورد، ما تو رفتیم تجاوز کردیم، ما تو رفتیم زنان مولا لندای به زمان مردم تجاوز کردیم، ما تو رفتیم مکتب بند کردیم، ما تو نیست زنان از کشور نیست جامعه از کشور گفتیم مکتب نری، ما تو رفتیم چرخ شیعه مزار تقسیم کردیم، ما تو رفتیم دیوانهای زیر پول خشتی خود ساختیم، ما تو رفتیم پول چرخی خود ساختیم، ما تو رفتیم پول ساخته خود ساختیم. این شیعیان روافض قبل پرست خوب بنده خدا دم قبل پرستی مشغول بودن، نه خود کفاندن نه کاری کردن، درس خواندن تحصیل کردن. گناه ما تو هستن اصلا نباید بگیم که ما رفتیم. وطندار غلام عیفه قسم که حق است رو من قبول دارم، چون همین 80 کشور ما 80% به خاطر دین از بین رفت. اما کدام دین؟ دینی که ما اهل سنت و الجماعت و الجنایت و الجنابت با خود آوردیم دیگه. در زمان جمهوریت هم حکومت دست ما بود، در قبل از اون حکومت دست ما بود، الان هم که برادران ما با عدالت عمری آمدن دیگه. همین روافض قبل پرست شیعه ها یکم وقتا خب 24 سال اینا کفیدن دیگه. در مسجد ما اینا رو کفاندیم، در باشگاه ما اینا رو کفاندیم، در مکتب ما اینا رو کفاندیم، در روزه ما اینا رو کفاندیم، لای قرآن ما بوم ماندیم اینا رو کفاندیم. پس اگر 80% چیز خراب شده ولی به خاطر عقیده اهل سنت و الجماعت با افتخار به خاطر ما کفیدن. سلام وطندار نازنین. اینترنتتون ضعیفه، خوش آمدید، بفرمایید. قربانتون، زنده باشین، بخیر باشین. اولا سلام به خودت، به مردم عزیز که عمل سعی میکنن. وطندار نازنین، من گله دارم از خودت. فکر کو که امی گپای خودت حق است، تمام چیزایی که میگی حق است. میفهمی چقدر مردم دیگه عمل در پشت لایف شیشت عزیز و استفاده میکنه، مردمو که دیگه جنگ خدا نکنه باور کو ال تشیع مم زیاد هستن، ال تسنن مم خو اینا میفهمی وقتی که در بیرون رفتن باز یک دیگر در چشم بد میبینن. نه خدا نکنه چون که حرفت خیلی حرف خوبی هست. همین حرفای ما ممکنه باعث بشه که هرچند اگر درست باشه در کتاب، مثلا در احادیث و در کتابا آمده باشه، از پیش از دل و جگر خود ما نباشه، باز ممکنه که یک دو نفر در بیرون هم دیگر رو ببینن، در دلشان کدام کینه و کدورت بشنه. بله ماشاءالله. الله در قرآن میگه یهود و نصارا را در دوستی نگیرید. شما چرا در کشوری زندگی میکنی که یهود و نصارا باشان اندیوال هستی؟ پس این کتاب قرآن را چرا میخوانی؟ چون ممکنه یک کتاب قرآن را بخوانی فردا بری کدام یهود و نصارا را بزنی بکشی. خانال ببین الله جان یک گپ دیگه است. انال تو مثلا تو میخوای که مردم افغانستان رو تغییر بدی، سوریه من نمیخوام مردم افغانستان رو تغییر بدم. شما دما گفتید کتابی را نباید، حتی اگر اینها صحیح باشه، درست باشه، راست باشه، نباید بگیم، چون ممکنه مردم برن بیرون از هم دیگه کینه در دل بگیرن. شما دما بگو چرا در قلب اروپا زندگی میکنی و با یهود و نصارا و اینها دوستی میکنی، در صورتی که در کتاب تو نوشته شده در قرآن ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم، و یهود و نصارا را در دوستی نگیر، در سرپرستی نگیر، ولی شما یهود و نصارا را در سرپرستی گرفته. پس چرا کتاب قبول داری؟ این کتاب خودش مایه تفرقه میشه. نه فکر خال الله جان رقم هم نیست. او کسی که در اروپا و یا مثلا خودت میگی شاید یک مردم یک مشکل شخصی داشته باشن یا نشان بده مایه مشکل سیاسی درست است، خب هر چی که هست من میفهمم. نه خب پس اینجا من حرف شما یکی مشکل سیاسی، زندگی، بدبختی، طالب ترکاندن قبول دارم. سایکو بحث اینجا هست، دوباره تکرار میکنم. شما اومدی گفتی حرف من ولو که درست باشه از کتاب باشه، من هر چی خواندم از روی کتابا خواندم، هر چی هسته نباید گفته بشه. چه فایده‌ایش؟ مردم ممکنه نسبت به هم 4 نفر پشت لایو کینه و کدورت بگیرن. بسیار خوب، اگر با از این قانون پیش بریم این کتابم نباید بخونیم، چون در از این کتاب گفته با یهود و نصارا دوستی نکن. ما تو اگر بخونیم سبا در کوچه و خیابان که بریم یهود و نصارا رو ببینیم مجبوریم جنگ کنیم. لالا جان درست هستن، ولو که کتاب درست نامش قرآن قبول داریم بهتره نخونیم دیگه. ها لالا جان نه یک دو کلمه دیگه من میگم، باز خداحافظی میکنم که مردم منتظر است پشت خط. سعی کن لالا جان، امو خداوند پاک که ما خود تست کرده، او از قلب نیت ما خبر داره که در قلب نیت ما چی است، که ما او پروردگار پاک خدا میپرستم، خدای خدا میپرستم و پیغمبر حضرت محمد صلی الله. قلب من خبر داره بزرگوار، آیه قرآن والله علیم بذات الصدور، خدا دلها آگاه هست. درست. یعنی لالا جان خو مثل که پیشتر باید گفتم، فکر کو که میگه پای خود درست است. باور کو خسته شدیم از این جنگ، خسته شدیم از این درگیری. اتفاقا خدا در قرآن میره گفتم، الله در قرآن گفته و جادلهم بالتی هی احسن. من می کاری که میکنم خدا گفته، گفت و جادلهم بالتی هی احسن. گفت اگر جدال، کشمکش، صحبت، بحث میکنید در نحو احسن،
دو نزنید، با استدلال باشه، با دلیل باشه، با منطق باشه، فحاشی نشه. ما که داریم گپ میزنیم. امروز دم تیک تاک برو بگرد، یکی دنبوره میزنه، یکی باسن خدا شور میده، یکی دیگه منوال خدا میلرزانه، یکی دیگه لایک شیر د لایف، یکی دیگه یک لحظه، یکی دیگه راجع به قوم صحبت میکنه، یکی دیگه راجع به سیاست صحبت میکنه، یکی نمیدونم فلانی رو کشته. اونا که بیشتر هستن. ما یک نفر خیلی ساده از قرآن کتاب الله گپ میزنم، مسلمان هستیم یا نیست؟ سعی که خواه وطندار نازنین دو زدن کار خوب نیست. بیشتر ما قاعده وجودیم. اصلا خدا در قرآن میگه، نه میخوام بگم حرف شما درسته، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. دو نزنید. امین جزم اول لایو استریم تا امین لحظه را اگر ما دو زدیم کسی بالا آمده خوار مادر شده دو زدیم یا فحاشی کردیم، شما نوشته کنید. ما اتفاقا برادران خود را اهل سنت و الجنابت توصیه میکنم که پیش روافض دو نزنید که بینی ما را نبرید. ما اهل سنت و القرآن هستیم، نباید دو بزنیم. ماشاءالله. بله نه گپ حق از دو زدن کار خوب نیست. یگانه چیزی که در قلب ما را بسیار درد میته، بسیار احساساتی میشم، امی وطن ما و شما افغانستان به خدا 80%ش به خاطر دین هم چیزاست. ماشاءالله. اما 80% هم که در خاطر دین برباد شد. ماشاءالله. اما 80% هم که در خاطر دین برباد شد. ما مردم از دین سوء استفاده میکنیم. چیزی که من حرف از تو را در حق غلام عیفه قسم که همه حق از تو را من قبول دارم، چون همه 80 کشور ما 80% در خاطر دین از بین رفت. اما کدام دین؟ دینی که ما اهل سنت و الجماعت و الجنایت و الجنابت با خود آوردیم دیگه. در زمان جمهوریت هم حکومت دست ما بود، در قبل از آن حکومت دست ما بود، الان هم که برادران ما با عدالت عمری آمدند. همین روافض قبر پرست شیعه ها یکم وقتا خب 24 ساعت اینا کفیدن دیگه. در مسجد ما اینا رو کفاندیم، در باشگاه ما اینا رو کفاندیم، در مکتب ما اینا رو کفاندیم، در روزه ما اینا رو کفاندیم، لای قرآن ما بمب ماندیم، اینا رو کفاندیم. پس اگر 80% خراب شده، بله در خاطر عقیده اهل سنت و جماعت با افتخار در خاطر ما کفیدن. آنها سعی که خب مر لالا جان دم مردمش غرض نیست، هر کس اهل سنت است تشیع و ما ربط نداره. فقط من هم قدر همین وطن ما در بدر نشه، مردم مکنه هم دیگه نداشته باشن، سنی شیعه رو خود ببینه، شیعه سنی رو خود ببینه. کل ما یک ربطی نداره اشتباه برادرم، ما کل بدیها رو سر از اینا مندازیم که شما یا علی مدد میگید، قبر پرستید، رافضی، مشرک هستید، ولی خود ما انتحار، لواطت، زنک بازی، برشنا، ملا لنده، فلان و بسمدان دیگه کلش از ماه. 10 سال 30 سال زمان جمهوریت هم کل اگه رئیس جمهور سنی بودند، حالی هم که برادران عدالت عمری آمدند. یکم بختار که بسیار صد در سر عمری آمدند، یکم بختار که بسیار صد در سر رویشان زده از زمان عبدالرحمن که ما اینا رو کشتیم تا الان. یک ربطی نداره. اینا چیکار کردن؟ یا رفتن در کنکور رتبه 1 آوردن، یا رفتن در المپیک رتبه آوردن، یا در تحصیل یا موتور ساختن یا ماشین ساختن. شیعگان در این کارا مشغول بودن. ما تو رفتیم تریاک زدیم، ما تو رفتیم انتحاری آماده کردیم، ما تو رفتیم قاشق در کمر از اشتک ماندیم که تو کف با گوریا نان بخور، ما تو رفتیم تجاوز کردیم، ما تو رفتیم زنان ملا لنده به زنای مردم تجاوز کردیم، ما تو رفتیم مکتب بند کردیم، ما تو نصف زنای از کشور، نصف جامعه از کشور گفتیم مکتب نرید، ما تو رفتیم چرس و شیرگ مزار تقسیم کردیم، ما تو رفتیم دیوانه‌های زیر پل خشتی خود ساختیم، ما تو رفتیم پل چرخی خود ساختیم، ما تو رفتیم پل ساخته خود ساختیم. شیعگان یه روافض قبر پرست خوب بنده خدا دم قبر پرستی مشغول بودن، نه خود کفاندن، نه کاری کردن، درس خواندن، تحصیل کردن. ما گناه ما تو هست اگر هست، نباید بگیم که دما ربطی نداره. وطندار حال خودتون پول گپا را گفتی، خدا کنه که من میگم قوم هزاری مقدار بالا بره. نه قوم هزاره من نگفتم، هزاره داریم، ازبک داریم، پشتو داریم، تاجیک داریم، همه شیعگان دی. نزلت برسه افتخار ماست، ما سرش افتخار میکنیم، ولی خودت میتونی زمین افتخار که میدونی کجا بیشتر هستن؟ افتخار که هستن رفیق شوان. نه من امیر میگم، من لایو به خاطر رفاقت ماندم. افتخار شی اینکه در طول شیعگان افتخار میارن، این خوب هستن. ما اهل سنت کجا خوش میشیم؟ از یک طرف ما مکتبا رو سرشان میبندیم، میگیم اینو در سختی زحمت بکشن روی پای خود وایسن. ای که تو بری در مکتب راحت درس بخوانی، نمره کانکور بگیری، کدام چیز جور کنی، فایدهش چی هسته؟ زحمت کشیدی. بیا که ما مکتب سرت بند کنیم، اونو موقع
اگر مکتب رفتی بیکفانیمید که اگر جان خود خلاص تانستی او زمان بگو من روی پای خود استاد شدم رفتم فلان و بسمدان کردم. این جوانایی نمیدنم اشتگاکی مکرویان دیگر و دیگه اکسای کنی مقبولک ما رفتم درس خواندم یک مکتب رفتم او رو مکتب هر کس برو میفهمد. چی گفتی وطندار اهل سنت ما؟ مکتب هر کس برو میفهمد. مهم اینو هسته که دا سختی ما اینا رو تمرین دادیم، مکتب سرشان بسته کردیم، کشتیم، تکه پارچه‌شان کردیم، بازم شیعگان رافضیان قبر پرست بازم اون تو افتخارات. نمیشه بگیم که دما ربطی نداره.